جایی یک جا با وایه رسیدیم، یک جا کلان. بار دیگر سلام و درود به هر یک شما. برای گرامی که امروز به فرسنده مسائل ایلام هستید، قدم رنجه کردیتون، صدقه خدماتون واقعا یک بیقراری داشتم که در روز سرچشمه حیاتم، خدای زندگی، امروز تمام چیزم که در اینجا حضور ندارد میخواست که من رو در آغوش گیرد، بیاد که پسرم واقعا تبریک است، تویت خدا دار شوید. شاعری برحق میگوید آلوچه لطدار بود مادر من، آلوچه لطدار بود مادر من، کشلاقی خاکسار بود مادر من. یعنی که بزرگوار بود مادر من، در زندگیش مزار بود مادر من، در زندگیش مزار بود مادر من. با یک جهان اندوه و غم، با یک جهان آرمان، با یک جهان بی‌آچگی یک غزلی ایجاد کردم، میخوام قرائت کنم. ببینم آچه‌داران را خمار آچه میگیرد، ببینم آچه‌داران را خمار آچه میگیرد، گه نازم یتیمان را خمار آچه میگیرد. مزار مادرم را اشکباران میکنم هر دم، مزار مادرم را اشکباران میکنم هر دم، پیام اشک سوزان را خمار آچه میگیرد. به وقت روز مادر من برایش گل میبردم، ببینم گل فروشان را خمار آچه میگیرد، ببینم گل فروشان را خمار آچه میگیرد. بر خطهای تلفنم هنوزم اسم مادر هست، بر خطهای تلفنم هنوزم اسم مادر هست. به دست گیرم چون تلفن را خمار آچه میگیرد. واقعا مادر با یک دستش گهواره، با دست دیگرش دنیا را تکان میدهد. اینقدر مادر من شیرین بود، اینقدر دلچسب بود، اینقدر مهربان بود که بگان عباره یگان کلمه نیست که من درباره مادر نگفته باشم. یک اون برای مادرم میسوزم، پشیمان گشته از زیر روزم اکنون، لبم را با سخن میدوزم اکنون. همه سوز دلم بیهوده بوده است، همه سوز دلم بیهوده بوده است. برای مادرم میسوزم اکنون، برای مادرم میسوزم اکنون. یک جان سپاس که در توی خانه‌داری من شما با اشک چشمتون بار دیگر معذرت میپرسم. واقعا این یک دردی من، یک سری پنهانی من که درباره مادرم گفتم. آچه جان دیدار در قیامت، آچه جان امروز فرزندی عزیزه، امروز من آیله‌دار میشوم، تو نیستی، تو در زیر خاک تیره تنهایی. اما من خوشحالی میکنم با جمع دوستان، با برادرها و همکارها، شناس و ناشناس. یک جان تشکر. بار دیگر خوش آمدید، زنده باشید. سلام باشید. و